الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که در یک فاصله بسیار کوتاهی مجدداً توانستم به کشور بسیار پر اهمیت شما مردم عزیز لبنان سفر کنم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا أنني وفقت لزيارة لبنان، بلدكم المهم جدا خلال ظرف قصير. طبعا یکی از اهداف مهم سفر شرکت در این مجلسی است که برای بزرگداشت شهدای لبنان گرفته میشه، شهدای عزیزی که از سرزمین لبنان دفاع کردند. طبعا أحد أهداف هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان که در رأس اون شهید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین است. وطبعا في مقدمتهم السيدين الشهيدين حسن نصر الله و هاشم صفی الدین. در این فاصله دو سفری که من داشتم تحولات زیادی در منطقه رخ داد. وخلال الفترة بين الزيارتين اللتين قمت بهما إلى لبنان شهدت المنطقة الكثير من التطورات. رفتار رژیم صهیونیستی برای ملت‌ها روشن‌تر شد. وأن سلوك الكيان الصهيوني قد أصبح أكثر وضوحا للشعوب. اون سخنانی که شهید حسن نصرالله دهه‌های پیش میزد و برخی از کشورها ممکنه باور نمی‌کردند، اما امروز برای همه روشن شد. وقد اتضح اليوم صدق ما قاله وكان يقوله سماحة السيد حسن نصر الله منذ عقود، ولكن ربما كان قادة بعض الدول لا يصدقونه. امروز برای همه روشن شد که رژیم صهیونیستی رحم به هیچ کشوری نمی‌کند. قد اتضح اليوم للجميع أن جميع الدول قد تكون عرضة للعدوان الإسرائيلي. حادثه قطر این رخ خوبی نشون داد. وإن ما حصل لقطر يؤكد صدق هذه المقولة. لذا امروز کشورهای مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با هم هستند. ومن جراء هذه التطورات نرى أنه اليوم تبحث دول المنطقة عن آليات للتعاون فيما بينهم. و این یک روش صحیح است و ما از اون حمایت میکنیم. وهذا نهج صحيح نحن ندعمه. من از سخنان ارزشمند برادر عزیزمون تشکر میکنم. وكما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للكلمات الطيبة للأخ العزيز. ما دو ملتی هستیم که با هم روابط دوستانه تاریخی داشتیم. إننا شعبان تجمعنا علاقات صداقة تاريخية. و در این سالهای اخیر هم مودت و دوستی دو ملت بیشتر شد. وقد تعززت هذه الصداقة والمحبة بين الشعبين خلال السنوات الأخيرة. و ما همیشه از حضور دولت‌های مقتدر و مستقل حمایت کردیم. ولطالما دعمنا وجود حكومات مقتدرة قوية ومستقلة في لبنان. و امیدواریم که تحولات در صحنه لبنان تحولاتی باشد که همواره به نفع ملت لبنان و ایجاد زمینه‌های برای یک دولت مستقل و قوی باشد. ونتطلع إلى أن تسير أو أن يسير اتجاه التطورات في لبنان نحو
ما ينطوي على الخير والمصلحة للشعب اللبناني ويمهد لظهور ووجود حكومات قوية ومقتدرة ومستقلة في البلاد. لبنان کشور کوچکی است اما ملتی قوی دارد. لبنان بلد صغير جغرافيا لكن له شعب عظيم وقوي. مقاومت زاده ملت لبنان است در این صحنه و مایه افتخار برای همه جهان اسلام. وفي هذه الساحة ولدت المقاومة من الشعب اللبناني وهو ما يعتز به العالم الإسلامي كله. و امروز سنگر مقاومی در مقابل اسرائیل است. ويعتبر لبنان اليوم خندقا قويا ومنيعا ضد الكيان الإسرائيلي. ما امیدواریم به آینده این منطقه. إننا متفائلون فيما يتعلق بمستقبل المنطقة. بیداری و هوشیاری در منطقه رو به ازدیاد است. نرى صحوة متزايدة في منطقتنا. و امیدواریم که خیر و صلاح برای ملت‌های مسلمان به وجود بیاد. ونتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام. حالا در این فرصت کوتاهی که ما امروز در خدمت شما هستیم ملاقات‌های دیگری هم هست که امیدواریم مفید باشه به حال همه کشورها. ومن المقرر وخلال هذه الفرصة القصيرة خلال هذه الزيارة القصيرة أن نقوم بعدد من اللقاءات في لبنان ونأمل أن تنطوي هذه اللقاءات على الخير والمصلحة للجميع.